خب بریم قسمت آخر و ششم درس اول، اینکه چه کارهایی نباید انجام بدیم. این قسمت ساده سازی نکردن. ما اگه بخوایم احجام و شکل‌های سخت رو از بدن انسان گرفته تا هر چیز دیگه بکشیم، بهتر قبلش ساده سازی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید حتی همین علامت کنار جاده‌ای رو باید اول اینجوری توی مکعب، استوانه، مخروط و چیزای ساده‌ای که میتونیم تصورشون کنیم و ببریم توی پرسپکتیو، خیلی برامون راحت تره که اینو ببریم توی پرسپکتیو، اینا رو ساده سازی کنیم و بعدش در نهایت از روی اون چیزی که ساده سازی کردیم شکل نهایی رو بکشیم تا همه چیز خطوط مرتب باشه، همه چیز سر جای خودش قرار گرفته باشه. ما میتونیم این ساده سازی رو انجام ندیم، ولی که وقتی خیلی حرفه‌ای شدیم، موقعی که ما میخوایم کارو شروع کنیم، حتی خود من همیشه همه چیز رو ساده سازی میکنم. چرا؟ چون که ممکنه نتونم شکل خیلی اون هندسی سخت رو ببرم توی زاویه های پرسپکتیو و اونو دقیق و درست بکشم. در نتیجه اول توی احجام ساده مثل مکعب، مستطیل، مخروط، نمیدونم استوانه، شکل هایی که میتونم ببرم توی پرسپکتیو ساده میکنم و در نهایت اجراش میکنم.